مصاحبه با جو دیناپولی، معامله‌گر بازارهای مالی. جو دیناپولی معامله‌گر حرفه‌ای، نویسنده و سخنرانی مشهور است. او مؤلف کتاب معامله با سطوح دیناپولی است که مبین رویکرد جدیدی در تحلیل تکنیکال می باشد. مطالعه این کتاب به دلیل درک بالای نویسنده از تحلیل فنی بازارهای مالی می تواند برای هر معامله‌گری در راستای بهبود رویکرد معاملاتیش الهام بخش باشد. دیناپولی حدوداً 38 سال است که در بازارهای مالی فعالیت می کند. او یک محقق تمام عیار، سخنرانی شناخته شده و نویسنده‌ای در سطح جهانی است. جو دیناپولی بیش از 15 سال است که به عنوان یک مشاور سرمایه گذاری بین المللی فعالیت می کند و دوره‌های آموزشی بسیاری در بزرگترین مراکز مالی جهان از جمله اروپا، آسیا، خاورمیانه، آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا برگزار کرده است. در طول این مدت او ابزارهای معاملاتی فراوانی را در بازارها و شرایط معاملاتی مختلفی آزموده و از این لحاظ دارای تجارب فراوانی است. دلیل علاقه دیناپولی به بازارهای مالی غیر قابل پیش بینی بودن آنها می باشد. مقالات تخصصی او توسط تعداد زیادی از رسانه‌های مالی بین المللی منتشر شده است. خب به طور خلاصه خودتان را برای مخاطبان معرفی کنید آقای دیناپولی. من جو دیناپولی، فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه ماساچوست، تکنیکالیست و معامله‌گر بازارهای مالی هستم. در زمان نوجوانی به جهت داشتن استقلال مالی و پرداخت هزینه‌های زندگی در شغل‌های نظیر مکانیکی، لوله‌کشی و غیره فعالیت کردم. از سن 17 سالگی در بازار مالی شروع به کار کرده و حدوداً 38 سال است که در این زمینه فعالیت می‌کنم. چه عواملی سبب شد تا وارد بازارهای مالی شوید؟ در ابتدای مسیر چه مسائل و مشکلاتی وجود داشت؟ خب همانطور که گفتم من از نوجوانی شغل‌های مختلفی را تجربه کردم و همزمان عوامل مختلفی موجب ورود من به این بازار شد. در سال 1967 پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه به طور جدی معامله‌گری را آغاز کردم. در آن زمان برای فعالیت در این بازار با مشکلات فراوانی چون سرمایه کم، حجم کم معاملات بازار، کارمزدهای 15 الی 35% و غیره مواجه بودم. اوایل شروع به کارم در بازار به صورت جانبی در شرکتی نیز فعالیت می کردم. به یاد دارم از صندوق کارکنان آنجا وام‌های با نرخ بهره پایین می گرفتم تا در سهامی که به نظرم حرکات شدید و افسار گسیخته‌ای داشتند سرمایه گذاری کنم. آن سهام‌ها به معنای حقیقی کلمه حرکت قیمتی وحشتناکی داشتند. من ابتدا در معاملات آپشن سهام فعالیت می کردم. زمانی که آپشن ها همانند امروز به عنوان یک ابزار مالی مستقل در بورس ها پذیرفته نشده بودند. به واقع یک بازار نابالغ و کم عمق بود، زیرا برای فروش سهام خود مدت ها منتظر می ماندم. به عبارت دیگر فروش سهام به صورت مزایده ای بود. خرید و فروش سهام در آن دوران مراحل مختلف و هزینه‌های زیادی در بر داشت. سال 1980 وارد معاملات بورس کالا شدم.
من به فعالیت در بازارهای مختلف از جمله بازار آتی علاقمندم. به نظرم هر بازار مزایای خاص خودش را دارد. من در حال حاضر به طور همزمان در بازارهای سهام آتی، کالا و فارکس فعالیت میکنم. به نظر من اگر شما به طور مثال در بازار آتی یک استراتژی معاملاتی با مقدار ریسک مشخص داشته باشید و بتوانید به خوبی با آن معامله کرده و درآمد کسب کنید، احتمالاً در بازارهای دیگر هم قابل استفاده خواهد بود. هنگام شروع به کار در بازار سهام سرمایه زیادی نداشتم. به همین دلیل ابزار دارای ضریب اهرمی بالا را خرید و فروش می‌کردم که البته امروزه با توجه به پیشرفت و تنوع ابزارهای مالی این مسائل دیگر اهمیت چندانی ندارند. در سال 1986 کنفرانس بین المللی معاملات آتی در لاس وگاس برگزار شد که یک رویداد بزرگ در صنعت مالی تلقی می شد. معامله‌گران بسیاری در این کنفرانس شرکت کردند و به گونه‌ای که بسیاری از ساعت 5 صبح در سالن حضور داشتند و در آنجا بود که توانستم به صورت خصوصی با لوری ویلیامز و جک برنستین ملاقات کنم. در این کنفرانس من استراتژی‌های معاملاتی جدیدی مطرح کردم که برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از حضار بسیار خوشایند و قابل تأمل بود. نکته‌ای که بعدها متوجه شدم این بود که چرا در آن کنفرانس هیچ کس در مورد شاخص‌های قیمتی پیشرو صحبت نمی‌کرد. من در حال حاضر در بسیاری از کشورها که مراکز صنعت مالی جهان هستند کنفرانس برگزار می‌کنم. در سال 1996 حدوداً 22 بار در اقصا نقاط جهان سخنرانی داشتم و طی این مدت افراد شگفت انگیزی را ملاقات کردم. سخنرانی در کنفرانس به واقع همانند معامله‌گری برایم لذت بخش است. استراتژی معاملاتی خود را به طور خلاصه توضیح دهید. من از یک استراتژی ترکیبی مبتنی بر قیمت و اندیکاتور استفاده می کنم. در وهله اول روند غالب بر بازار را به وسیله اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت همچون میانگین متحرک تشخیص داده و سپس برای تعیین بهترین نقطه ورود به معامله بر اساس روند از یک شاخص قیمتی پیشرو مثل درصدهای فیبوناچی استفاده می کنم. آخرین مرحله مربوط به تعیین حد سود و حد زیان است که معمولاً این کار را هم به وسیله درصدهای فیبوناچی انجام می دهم. ساختار کلی استراتژی معاملاتی من این گونه است، اما هر کدام از این مراحل را به صورت کاملا منحصر به فرد انجام می دهم. من برای رسیدن به این روش زمان زیادی صرف کردم. در دهه 80 میلادی به صورت تخصصی طی 2 دوره 3 ساله برای تسلط کامل بر مباحث و اجزای استراتژی‌های معاملاتی و یافتن بهترین تکنیک استفاده از ابزار فیبوناچی تحقیق کردم که این کار به بهترین نحو ممکن انجام شد. به نظرم ساختن یک اندیکاتور جدید زیاد کار سختی نیست، ولی یافتن بهترین روش استفاده از یک ابزار بسیار مشکل و زمانبر است. لطفاً یک نمونه از استفاده بهینه از یک ابزار تحلیلی برایمان مثال بزنید. مثلا میانگین متحرک ها را در نظر بگیرید. به جای استفاده از میانگین متحرک با تنظیمات اولیه و استاندارد، از میانگین متحرک با تنظیمات تغییر یافته و شخصی استفاده می کنم. زمانی که در اواسط دهه 80 میلادی در این زمینه شروع به مطالعه و تحقیق کردم، هیچ نرم افزار کامپیوتری برای آزمایش میانگین‌های متحرک با تنظیمات مختلف در اطلاعات گذشته بازار وجود نداشت و من فقط بر اساس محاسبات ذهنی و کاغذی این کار را انجام دادم.
در گذشته برخی معامله‌گران به جای استفاده از قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بازار استفاده می‌کردند. در واقع هدف اصلی آنها این بود که قبل از بسته شدن بازار میانگین قیمت‌ها را محاسبه کنند. با میانگین متحرک با دوره زمانی 5 روزه فقط میتوان اطلاعات قیمتی 5 روز گذشته را تجزیه و تحلیل کرد. به نظر من هیچ دلیلی برای استفاده از قیمت‌های باز شدن بازار در محاسبات میانگین متحرک ها وجود ندارد، زیرا در این صورت تحولات قیمتی روز گذشته در میانگین قیمت ها اعمال نمی شود. این نمونه ای از کارهایی است که برنامه نویسان به جای معامله‌گران انجام داده‌اند. در واقع نرم افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی باید بر اساس ایده ها و نظرات معامله‌گران پایه‌گذاری شده و برنامه نویسان بدون هیچ دخالتی فقط این سیستم ها را در قالب کدهای برنامه نویسی در کامپیوتر پیاده سازی کنند. در حال حاضر من برای ساخت و بهینه‌سازی اندیکاتور شخصی خودم با یک شرکت سنگاپوری نرم افزاری که مالک پلتفرم NextView است همکاری می‌کنم که به نظرم یکی از بهترین شرکت‌های نرم افزاری صنعت مالی است. رویکرد شما در تعیین اهداف سود معاملات چگونه است؟ من اهداف سود را بر اساس شرایط نمودار در تایم فریم ورود تعیین می کنم. به طور مثال اهداف یک معامله در تایم فریم 5 دقیقه را بر اساس نمودار هفتگی تعیین نمی کنم، زیرا شرایط هر کدام متفاوت است، اما روش محاسباتم کاملا یکسان است. به نظرم یکی از مهمترین نکات در موفقیت معامله‌گران داشتن یک رویکرد منطقی در تعیین اهداف معاملات است. میزان تحمل ریسک در روش معاملاتی شما چقدر است؟ درصد ریسک معاملاتم بسیار کم و محدود شده است. با بررسی میزان نوسانات بازارهای مختلف متوجه میشویم که اکثر بازارهای مالی دارای نوسانات شدید میباشند و مدیریت ریسک به عنوان یک اصل انکارناپذیر باید سرلوحه کاری معامله‌گران باشد. در صورتی که بتوانید حرص و طمع خود را کنترل کنید، می توانید روند سوددهی را حفظ کرده و پیوسته سرمایه خود را افزایش دهید. به دلایل مختلفی اکثر مردم نمی توانند این موارد را رعایت کنند. خصوصاً معامله‌گران آسیایی در مقابل معاملات پر ریسک و قمارگونه و هیجانات شدید بازار آسیب پذیرترند. من هم هیجان را دوست دارم، اما پول درآوردن برایم دوست داشتنی تر است. اگر پس از ورود به موقعیت خرید بازار دچار روند نزولی شود، چه اقداماتی انجام می دهید؟ بررسی درصدهای فیبوناچی به همراه اندیکاتورهای تعقیب کننده روند به من نشان می دهند که یا کلاً در ورود به موقعیت خرید اشتباه کردم یا اینکه شرایط بازار تغییر کرده است و باید هرچه سریعتر موقعیت معاملاتی خود را نقد کنم که در هر دو صورت سریعاً مهیای خروج از معامله شده و دست به دعا و آرزو نمی شوم. امیدواری در دنیای معامله‌گری کاملا موهوم و بی‌ارزش است و برای هیچ کس کارساز نیست. بهترین و بدترین معاملاتی که انجام داده اید بر چه اساسی بوده است؟ موقعیت‌های معاملاتی که با معیارهای سرمایه‌گذاری من کاملا انطباق داشته باشند به نظرم بهترین و سودآورترین بودند. اما اخبار رانتی همیشه بدترین راهنماها هستند. این اخبار اغلب توسط افراد فعال در نهادهای مالی و به منظور دریافت کمیسیون یا تزریق سرمایه به نهادهایی که در آنها موقعیت معاملاتی باز دارند مطرح می شوند.
گاهن یک روند صعودی توسط چنین افرادی رخ می‌دهد و سودهای زیادی از آن به دست می‌آورند که واقعاً مصداق همان ضرب‌المثل قدیمی وال استریت است که می‌گوید روندها گیج کننده نیستند، بلکه تفکری در پس آنها نهفته است. همانطور که می‌دانید معامله‌گری یک فعالیت کاملاً رقابتی است. چه چیزی و چه تمایز شما محسوب می‌شود؟ 1. تجربه. 2. مدیریت پوزیشن. 3. داشتن یک استراتژی مشخص و مناسب که اینها در کنار هم ساختار معاملاتی من را تشکیل می‌دهند. همگان این اصل معروف ضررهای خود را کاهش دهید و به سودهایتان اجازه پیشروی دهید را می‌دانند. بسیاری از معامله‌گران در هنگام بستن معاملات لحظات سختی می‌گذرانند و نمی‌توانند تصمیمات درستی بگیرند، تا جایی که به علت تعلل و سردرگمی بیش از حد یک معامله سودده به معامله زیانده تبدیل می‌شود. شما از چه روشی برای بستن معاملاتتان استفاده می‌کنید؟ من از روش‌های داینامیک استفاده نمی‌کنم و معاملاتم به صورت اتوماتیک پس از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بسته خواهند شد. بعضاً استفاده از اهداف سود استاتیک را به معنی کوچک انتخاب کردن حد سود تعبیر می‌کنند که به نظرم این چنین نیست و تمام اینها به ابزار و تایم فریم معامله‌گر بستگی دارد. ممکن است چندین بار با یک نماد معامله کنم، اما فقط در سطوح مطمئن این کار را انجام می‌دهم. من هنگام بررسی و ورود به موقعیت‌های معاملاتی اصلاً به نتایج احتمالی فکر نکرده و فقط سعی می‌کنم از ابزارهای تحلیل مورد علاقه‌ام بهترین استفاده ممکن را داشته باشم. در هنگام ضرر و زیان هم به وسیله محدوده‌های از پیش تعیین شده از معامله خارج می‌شوم که بر اساس ترکیب مدیریت سرمایه و نقاط احتمالی تغییر روند در نمودار به دست می‌آیند. معامله‌گران تازه کار هنگامی که با ضرر و زیان مواجه می‌شوند به خیال اینکه بازار در آینده برگشته و با آنها همسو می‌شود، در مقابل پذیرش ضرر و بستن معاملات خود مقاومت می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند به جای این طرز فکر باید برای خود حد ضرری تعیین کرده و به آن پایبند باشند. به منظور اینکه افراد تازه کار طی دوره‌های آموزش و شروع به کار هزینه‌های مالی و زمانی کمتری را متقبل شوند چه پیشنهادی دارید؟ افرادی که می‌خواهند از این بازار کسب درآمد کنند با چالش‌های فراوانی روبرو خواهند بود. من توصیه می‌کنم با معامله‌گران حرفه‌ای که در کار خود مسلط هستند و توانایی آموزش به دیگران را هم دارند ارتباط برقرار کنند، زیرا این افراد می‌توانند به صورت واقعی و نه صرفاً با تئوری‌ها شما را آموزش دهند. به خصوص اگر آنها معامله‌گران روزانه، یعنی تایم فریم های پایین، مثلا 5 دقیقه باشند، به خوبی سازوکار بازارهای مالی را می‌دانند. البته باید این را هم بدانید که افراد کمی در این سطح علاقه و فرصت انجام پروژه‌های آموزشی را دارند. به نظر من معامله‌گران از ابتدا باید مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی را فرا گیرند. در این بازار به صورت کاملا قانونی می توانید به کسب درآمد بپردازید، اما فقط تعداد بسیار کمی از افراد باهوش می توانند از این طریق ثروتمند شوند. تمام پارامترهایی که برای وقوع یک سیگنال ورود بهینه در روش معاملاتی شما باید شکل بگیرند را شرح دهید. من باید این سوال را به صورت کلی پاسخ دهم، زیرا شما با جزئیات و ابزارهای معاملاتی مورد استفاده من به طور کامل آشنایی ندارید. هر موقعیت ورود یا خروج باید در چارچوب کلی استراتژی معاملاتی باشد.
من سالهاست به صورت مستمر از این روش استفاده می کنم. من به صورت کلی در روندهای صعودی و نزولی قوی وارد معامله می شوم. شاخصهای تعقیب کننده روند همچون اندیکاتورها روند غالب بر بازار را برایم مشخص می کنند و شاخصهای قیمتی پیشرو همچون درصدهای فیبوناچی بهترین نقطه ورود در خلال روند را برایم مشخص می کنند. در مجموع 9 الگوی قیمتی برای خود تعریف کردم که جهت روند غالب بر بازار را برایم نمایان می کنند. اگر این الگوها با اندیکاتورهای تعقیب کننده روند مغایرت داشته باشند، من همیشه به الگوها رجوع کرده و آنها را ملاک در نظر می گیرم. هنگام ورود به معامله از اسیلاتورها به عنوان فیلتر استفاده کرده تا از معامله در حرکت‌های اصلاحی اجتناب کنم، زیرا به نظرم معامله کردن در چنین مواقعی خطرناک است. اهداف سود و زیان را هم بر اساس ابزار تحلیلی مذکور به صورت کاملا منطقی و واقع گرایانه مشخص می کنم. به طور کلی یک استراتژی معاملاتی با معیارهای مشخصی تعریف کردم که برای خودم قابل درک و استفاده باشد. در چه بازارهایی فعالیت می کنید؟ هر بازاری که منطبق بر معیارهای معاملاتی من باشد و بتوانم در آنجا کسب درآمد کنم. آیا سیستم معاملاتی شما مکانیکی است؟ خیر. به نظرم سیستم‌های معاملاتی مکانیکی دارای معیارهای تشخیص ثابت چندان مناسبی نیستند. فرمول تعیین اهداف سود و زیان شما بر چه مبنایی است؟ فرمول مشخصی ندارم. از 2 ابزار فیبوناچی و اسیلاتورها به تنهایی و یا به صورت مشترک استفاده می کنم. در چه بازارهایی و چگونه از میانگین‌های متحرک استفاده می کنید؟ من از میانگین متحرک‌های جابجا شده یعنی DMA در تمام بازارها استفاده می کنم. یکی از راه‌هایی که شما بتوانید کارایی یک ابزار را بسنجید، آزمایش آن در بازارها و شرایط مختلف است. شما باید با تغییر در پیکربندی میانگین‌های متحرک در هر بازاری بهترین تنظیمات آن را هم پیدا کنید. من برای DMA از تنظیمات 3 خط تیره 3 5 خط تیره 7 و 5 خط تیره 25 استفاده می کنم که عدد اول دوره زمانی خود میانگین متحرک و عدد دوم برای مقدار جابجایی می باشد. آیا استفاده از این میانگین ها برای معامله گران بلند مدت، کسانی که از نمودارهای روزانه و بالاتر استفاده می کنند، مناسب است؟ بله، من از میانگین های متحرک برای نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه استفاده می کنم و از اندیکاتورهایی چون مکتی و استوکاستیک علاوه بر تایم فریم های بزرگ برای معاملات میان روزی هم استفاده می کنم. برای کسانی که بخواهند آموزه های معاملاتی شما را بهتر درک کنند، منبع مطالعاتی مشخص و منسجمی منتشر کرده اید. دوره‌های آموزشی، کتاب و DVD های مختلف را در دسترس همگان قرار دادم. پس از مطالعه و بررسی اینها می توانند در فوروم های تخصصی با سایر معامله‌گران تبادل نظر داشته و یا با من و سایر کارشناسان ما در ارتباط باشند. به نظر شما برای شروع به کار در بازارهای مالی چقدر سرمایه لازم است؟ این موضوع به وضع مالی هر فرد بستگی دارد. اگر شما یک میلیونر باشید، به شما $200,000 را پیشنهاد میکنم. اگر یک فرد معمولی باشید، بهترین مبلغ ممکن به نظرم $5,000 می باشد. به هر نحو در این مورد باید کاملا محافظه کار باشید.
به نظر شما یک معامله‌گر هنگام بررسی فرصت‌های ورود باید چه قوانین و نکات کلیدی را به یاد داشته باشد؟ پدرم همیشه میگفت برای موفقیت در زندگی باید همیشه زرنگ بود و به خوبی از فرصت‌ها استفاده کرد. من از دست دادن فرصت‌ها را بهتر از ورود به معاملات ضررده می‌بینم. یک معامله‌گر همیشه باید قبل از ورود حد سود و زیان و حجم معامله خود را تعیین کند. همیشه باید مدیریت سرمایه را رعایت کرده و از میانگین کم کردن پرهیز کنید. رایج‌ترین اشتباهات سرمایه گذاران در بازارهای مالی چیست؟ برای پاسخ به این سوال 1 هفته زمان لازم است، اما به نظرم 2 نکته از همه مملوس‌تر هستند. 1. آنها به جای اینکه نگران حفظ اصل سرمایه خود باشند، در رویای به دست آوردن سود بیشتر هستند. 2. به دنبال کشف سازوکار بازار و دستهای پشت پرده هستند، در حالی که باید به روش‌های معاملاتی سودآور تمرکز کنند. چند سال طول می‌کشد تا یک معامله‌گر به روند سوددهی برسد؟ برای کسی که درک تقریبی از مفاهیم بازارهای مالی داشته باشد، ممکن است 6 ماه تا 1 سال به طول بیانجامد. در غیر این صورت حداقل 5 سال زمان لازم است. البته این اعداد حدودی است. متاسفانه زمان طولانی برای غلبه بر تفکرات اشتباه روزمره افراد مورد نیاز است. من تمام نکات و موارد لازم در مسیر معامله‌گری را در سمینارهای خصوصی به افراد گوشزد کرده و کاملا واقع‌گرایانه آنها را راهنمایی می‌کنم. با این حال برخی مسائل روانی فردی با آموزش‌های معامله‌گری قابل حل نیست. مثلا افرادی که ویژگی‌های شخصیتی منفی چون حسادت یا خشم بیش از حد دارند قاعدتاً نمی‌توانند معامله‌گران خوبی باشند. چنین افرادی به واسطه خاصیت این بازار محکوم به نابودی هستند. بازارهای مالی همانند یک روانشناس قهار چنین افرادی را به سرعت شناسایی کرده و آنها را از چرخه بازار خارج می کند. هدف اصلی شما از برگزاری سمینارهای آموزشی چیست؟ در کنار کمک به کسانی که مشتاق یادگیری هستند، هدف اصلی من انجام کاری است که واقعا آن را دوست دارم. من عاشق تدریس و صحبت کردن هستم و این کار را در بهترین شکل ممکن انجام می دهم. به نظر من یکی از رازهای خوشبختی در زندگی این است که کار مورد علاقه تان را انجام داده و در آن بهترین باشید. در پایان چه توصیه‌ای برای معامله‌گران تمام وقت دارید؟ برای یک رقابت سخت و طولانی آماده باشید و با افراد حرفه‌ای در این زمینه ارتباط برقرار کنید، زیرا برای کوتاه‌تر شدن مسیر موفقیت به تجربیات آنها نیاز دارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو همراه بنده بودید. روز خوش و موفق باشید.